از سوپری چیزی میخوای بخرم؟ توی هایپی چیزی بگه، یکم بیحالم. اوکی. چی کار میکنی حیوون؟ جلو راه تو ببین. آقا من معذرت میخوام، ببخشید تو رو خدا. دستتو بنده بابا. ببخشید چیه؟ میدونی چقدر پول این لباسه؟ من بازم معذرت میخوام آقا، ببخشید. آبه چیزی نیست، خوش میشه، عجله دارم. بازم ببخشید. ببین چی کار کرد حیوون، مردی که دهاتی مادر جن. جواب خودم خیر میده. اون که داشت این دستمال کاغذی رو بده ببینم. پیک میزد بعد مزه میل میکرد. چی گفتی؟ چی گفتم؟ آی دماغم، چی کار کردی عوضی؟ وجودشو داری، یه بار دیگه زری که گفتی و بزن تو استخونتو خورد کنم. به چی بینازی که اینجوری حرف میزنی؟ لباسای مارک دارت؟ گاوم پوستش شرم عوضیه، ولی هر کاریش هم کنی همون گاو میمونه. تو اصلا میدونی بابای من کیه؟ چطور مامانت بهت نگفته؟ چی گفتی؟ تو همسال تو هیچی ندارین جز پول. بابا تو ازت بگیرن نمیتونی کنار خیابون یه تاکسی واس خودت بگیری. الانم بشین تو ماشینی که بابات خریده و گورتو گم کن تا بقیه جاتم نشوندم. زود لفظ میاد که روش حساب کنن، میگه میخوام به اموال پدر اضاف کنن. خیلی خود ساخته است، همون بنزم از باباش خرید از دم قسط ماهی 1000 تومن.